بابا بریم دیره. یه دوش بگیرم رفتیم. چیه اون؟ شامپو حنانه است دیگه، ضد ریزش رویش مجدد. داری سگم میکنی ها. وا چته؟ خب صبر کن موهامو خوش کنم میریم دیگه. یه ساعت آمادم و پاشو دیگه. یعنی آبرسان نزنم؟ میخوای اصلا نریم؟ وا خب یه دقیقه صبر کن کرم ضد چین و چروک حنانه‌مو بزنم میریم دیگه. بابا بیا دیگه. باشه الان میریم. فقط یه نظر بده، این شلواره بهتره یا این شلواره؟ اینا که جفتش یه شکله. تو هم یه نظر به آدم نمیدی. این براشم، این کرم پودرم، اینم فیس واش حنانه. وای تازه میخوای آرایش کنی؟ هولم نکن تو ماشین میکنم. 3 ساعت منو علف کردی تازه میخوای تو ماشین آرایش کنی؟ بابا بسته من نمیام اصلا. میبینی چقدر بده؟ هر سری 1 ساعت علف چی تا یکی آماده شه. آره واقعا چقدر بده. ببخش منو واقعا حلال کن، حق با تو بود. خب حالا بریم. یه لحظه من یه دوش بگیرم بریم. چرا عبرت نمیگیری؟